های، من نجوه گرم. بچه همونجور که خودتونم میدونید من یه زمانی پیجای بالا زیاد داشتم. خب بعد هر مدل سلامی که من اونجا استفاده میکردم که حالت شخصی سازی طوری باشه، بعدن آدمای گنده تر اونو از من دزدیدن. نمیدونم چرا خودشون خلاقیت از خودشون ندارن و جالبه که الان خودم استفاده کنم اینجوری دیده میشه که من کاپی کردم و اینکه اینطوری نیست. یه مدت اینجوری بود که سلام، الان که داره استفاده میکنه. یکی دیگه بود های یا هایی، اونم داره استفاده میشه، خودتونم میدونید توسط کیا. یه مدت دیگه شد درود و مهر که الان بازم اون داره استفاده میشه. من چیکار کردم؟ یه دونه شخصی سازی کردم، کلمم اختراع کردم فقط مخصوص باشگاه کلاب ما، کتاب خورای ما. به این صورت که نشستم فکر کردم، گفتم چی کار کنم اگه مثلا یه حالا ولدمورت درون دارم با زبون والریایی یا مثلا فانتزی حالا میکس شه، چطور میشه؟ اینو میدونین که حالا خیلیاتون شاید دیده باشین فیلمشو یا کتابشو خونده باشین. والر مرغولیس و والر داهایریس خیلی استفاده شده و من واقعا خوشم اومده بود. یعنی از چند صد سال پیش که این فیلم رو دیدم من عاشق این سبک شدم. واقعا عاشق جورج آر مارتینم هستم، اصلا ارادت دیگه. این که گفتم یه مقدار خودم کلمه اضافی کنم به زبون ایشون و چیز بامزه‌ای در میاد دیگه. دو تا کلمه قشنگ در اومد ازش. از این به بعد من به شما میگم والار لیبریس، یعنی سلام مثلا به دوستای کتاب خونم. اوکی، لیبریس رو خودم در آوردم چون از لایبرری میاد دیگه. بعد شما جواب میدین چی؟ والار واتار، یعنی همیشه به کتاب احترام میذارم. این رمز کوچیک ماست که از این به بعد قراره توی کامنت ها یا حالا پیاما یا پستا ازش استفاده کنیم. خلاصه که باید شخصی سازی بشه و واقعا نمیخواستم که چیز آسونی باشه که هر کسی رمز ما رو بدونه، فقط نجواگری ها بدونن و ازش استفاده کنن و کسی هم نتونه بدزدتش. خیلی مهمه. خلاصه که بزنید بتره کنید تو کامنت ها. والار لیبریس.